یه حقیقتی که وجود داره اینه الان چرا مردم سرزمین ما دارن نابود میشن؟ به خاطر همینه که این آیات رو ندارن و هی نام این بت‌ها و نام این مرده‌ها و نام این قبرها و این خدایان غیر رو هی آوردن و الان ملعون شدن. لعنت قشنگ مثل یه روغن تو پوست و استخونشون رفته، تو تمام وجودشون رفته. میبینید که دردشون تمومی نداره، که هر روز داره دردشون بدتر و بدتر میشه، چون داوریاشون سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه. برای همینه که عزیزان شیطان اومده و اسم این خدایان ملعون داده. مثلا شما دیدید ما میگیم خدا را شکر، جلال باد بر نام خداوند عیسی مسیح یهوه خدای قادر مطلق. اما چرا یه نفر باید حتما اسم ملعون الله رو بیاره، بگه الحمدلله مثلا، یا نمیدونم ماشاءالله، یا نمیدونم فلان، یا مثلا بارک الله، یا مثلا فلان الله الله الله، هر چیزی واقعا. و بعد اینا خب خیلی وقتا رو زبان آدم قرار میگیره، آدم هی تکرار میکنه. ولی باید مراقب باشیم عزیزان، این خودش لعنت بزرگی داره. نام ملعون این بت‌ها رو باید از دهانمون بندازید. حتی مسیحی‌ها باید یاد بگیرید هر جای دنیا که هستید کلام خدا را اطاعت کنید. کلام خدا تاریخ مصرف که نداره، میگه نام خدایان غیر را نباید بر زبانتان بیاورید. پس کسی حق نداره بیاد به من بگه برادر من عادت کردم هی میگم ایشالله ماشاءالله. حق نداری بگی. مطابق کلام خدا اگر بگی غم و درد و اندوهت زیاد میشه، چون تو داری جلال یهوه خداوند رو میدی به بت‌ها. به الله یه بته، الله یه دیو خونخواره که ما تو کلیسا بیرونش میکنیم، التماس میکنه و اشک و گریه و زاری میره. مردم میگن خدای جهان بی خود کرده، خدای جهانه. پس نباید نامش رو بیارید و اینو باید یاد بگیرید، باید رو خودتون کار کنید. حالا قدیما خب زیاد میگفتیم، الان دیگه باید کمش کنید، باید خیلی کمش کنید. یعنی اگه قبلا هر روز 1000 بار میگفتی، الان باید 2 بار بگی و بعد کم بشه و بعد دهانتو تقدیس کنی به نام عیسی و روح القدس کمکت میکنه که از دهانت بیفته.